الان ساعت 7:30 صبح و بیدار شدیم بریم یک کوچولو اسرونام رو درست کنیم تا بچه ها برسن. خب بچه ها، من نمیدونم چرا هر وقت مهمون دارم یادم میفته که چیز جدید درست کنم. الان میخوام یه دسر لیمو درست کنم که باید اینجوری لیمو رو از وسط نصف کنم و داخل لیمو رو در بیارم با قاشق، بعد با ژلاتین و شکر و خامه و دیگه کره این مواد رو درست کنم که میشه مواد و آب لیمو میشه مواد داخل این دسر لیمویی. خب بچه ها، حالا باید آب لیمو، کره خامه و شکر و برای اینکه بهتر ببنده پودر ژلاتین بریزیم. من تقریبا بیشتر خامه رو بریزم. خامه، آب لیمو، پوست لیمو. ببینید لیمو من اینجوریه، قسمت سفیدش رو رنده نکردم وگرنه تلخ میشه. شکر، من 4 تا قاشق ریختم و کره. انقدر اندازه‌شو نمیدونم بچه، من چشمی میریزم. حالا ژلاتین رو بهش اضافه میکنیم. ژلاتین کمک میکنه که این زودتر ببنده و بهتر سفت بشه. بچه موادمون این شکلی شد، میریزیمش توی لیموها و میذاریم توی یخچال. غذای بعدیمون قیف کشک بادمجونه. خب همون کشک بادمجونه که اینجا من درست کردم، پیاز و سیر و بادمجون، نعنا خشک و کشک. همین. حالا برای درست کردن قیف اینجوری اونو اینجوری مربعی من بریدم، اینجوریش میکنیم شبیه قیف اینجوری و بعد با یه خلال دندون اینجوری میبندیمش که همین حالت بمونه. حالا من اومدم یکم تخم مرغ هم، زرده تخم مرغ البته،
یکم زرده تخم مرغ هم میمالم روش و یکم میذارمش توی فر که خشک بشه. خشک که بشه اینجوری این خلال دندونش رو در میارم و توشو پر کشک بادامی جون میکنم و تزیینش میکنم. همین. خب بچه اینجوری گذاشتمش توی فر. اینجوری خلالش هم برآوردم و حالا فعلا موادش نمیذارم توش، میترسم نرم بشه تا بعد از ظهر. میذارمشون کنار، غذای بعدیمون رو درست کنیم و یه غذای دیگه هم داریم. بچه اینم نون و پنیر و سبزی و گردوه که سبزیش فقط نعنا هم ریختم، خرد کردم با گردوی رنده درشت. بعد با قالب نونای توستمون رو انقدی در آوردیم و روش از این نون پنیر سبزی می‌ریزیم. ولاگ قبلی درستش کردم با شیرید، حالا میخوام با هویج درستش کنم. خب سیب زمینی مرغ، خیارشور و هویج. غذای آخرمونم کوکو سبزیه، ادویه و تخم مرغ و گردو و سبزی ریختم اینجا، با هم قاطیشون میکنم و سعی میکنم که قالبی کوچولو در بیارن. و این هم از غذای آخر تون کارو بکنم که این آخری هم تموم شه و برم به کارهای دیگه برسم. بچه من عصرونامو درست کردم، همه کارمو کردم. یه ربع دیگه مهمونام میرسن و برق رفته. Oh my god. لعنت به اداره برق. We keep running faster and faster.